بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. برای مردم حسابشان نزدیک شد ولی ایشان در غفلتند و از تسلیم شدن به حق روگردان. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. هر یادآوری تازه‌ای که به ایشان از جانب پروردگارشان می آید آن را می شنوند ولی به بازی می گیرند. لاهیة قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. در حالی که دلهایشان به امور بیهوده گرفتار شده است و ستمگاران به پنهانی با یکدیگر به راز و نیاز پرداخته میگویند آیا این پیامبر بشر مثل شما نیست؟ آیا دیده و دانسته فریب سحر او را میخورید؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. گفت پروردگار من هر سخنی را که در آسمان و زمین گفته شود میداند و او شنوا و داناست. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون. بلکه میگویند آنچه را محمد آورده است خوابهای شوریده است و بلکه آن را افترا کرده بلکه او شاعر است و اگر چنین نیست پس برای ما معجزه بیاورد به همان گونه‌ای که پیشینیان با آن فرستاده شده‌اند. ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم یؤمنون. مردم هر سرزمینی را پیش از ایشان که هلاک ساختیم ایمان نیاوردند. آیا اینها ایمان میآورند؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. و پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی را که به ایشان وحی می کردیم. در این صورت از مردان با خبر بپرسید اگر نمی دانید. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. و ما ایشان را جسدهایی که طعام نمیخورند نیافریدیم و جاودان نبودند. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. و سپس وعده را که به ایشان داده بودیم به جا آوردیم پس آنها را با هر کسی دیگر که خواستیم نجات دادیم و اسراف کنندگان را هلاک ساختیم. لقد انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. بیگمان به شما کتابی فرو فرستادیم که در آن عزت شماست. آیا نمی دانید؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. چه سرزمین‌هایی را که مردم آن ستمگار بودند در هم شکستیم و بعد از ایشان گروه دیگر را آفریدیم. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. ولی چون عذاب ما را احساس کردند در دم از آن گریختند. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. نگریزید به همان جای آسوده حالی که داشتید و به خانه های خیش برگردید تا باشد که سؤال کرده شوید.
قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. گفتند ای وای به حال ما، واقعا که ما ستمگار بودیم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. و همیشه این دعوایشان بود تا اینکه آنها را درو یعنی ریشه‌کن کردیم و خاموش ساختیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. و ما آسمان و زمین را و آنچه را در میان آنها است برای بازی نیافریدیم. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. اگر می خواستیم که بازیچه بگیریم، بیگمان بازیچه مناسب به شأن خیش برمیگزیدیم اگر چنین می کردیم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بلکه ما حق را بر سر باطل می کوبیم، حق باطل را نابود می سازد و به این ترتیب باطل تباه شده نیست. ولی وای به شما از این توصیف نادرستی که می کنید. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. و از آن او هستند همه کسانی که در آسمان ها و زمینند و آنانی که نزد او هستند از پرستش او سرکشی نمی کنند و نه هم خسته می شوند. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. شب و روز تسبیح می گویند و هرگز سستی نمی ورزند. ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. یا آیا ایشان معبودانی گرفتند که می توانند از زمین موجودات را زنده و پراگنده کنند؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر در این زمین و آسمان ها معبودان جز خداوند یکتا می بودند، بیگمان نظام زمین و نظام آسمان هر دو به هم می خورد. پس منزه است خدای پروردگار عرش از آنچه او را به آن وصف می کنند. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. او از آنچه می کند پرسیدن نمی شود ولی ایشان بازخواست می شود. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. آیا جز او معبودان دیگری برگزیدند؟ بگو دلیل خیش را بیاورید. این از پیام کسانی که با من هستند و پیام آنانی که پیش از من بودند، اما اکثر ایشان سخن حق را نمی دانند. پس ایشان به این دلیل از آن گریزانند. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه به وی وحی کردیم که نیست معبودی به جز من، پس مرا پرستش کنید. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. و گفتند خدای رحمان برای خیش فرزندی گرفته است. او از این نسبت ها منزه است، بلکه اینها که به خدایی نسبت داده می شوند بندگان صاحب مکرمتی هستند. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
و هرگز پیش از دستور او سخن نمی گویند و تنها به حکم او عمل می کنند. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. خداوند کارهای گذشته و آینده ایشان را می داند و جز برای کسی که خدا از او راضی باشد شفاعت نمی کنند و از ترس او بیمناکند. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هر که از ایشان بگوید من جز خدا معبودم پس او را به دوزخ جزا می دهیم و ستمگاران را چنین جزا می دهیم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آیا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین به هم پیوست بودند و ما آنها را از یکدیگر جدا کردیم و از آب هر چیز زنده را ساختیم؟ آیا ایمان نمی آورند؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. و بر زمین کوهها را برقرار گردانیدیم تا ایشان را حرکت ندهد و در آن وادی ها و راه های قرار دادیم تا باشد که ایشان رهیاب شوند و به جایی که می خواهند برسند. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. و آسمان را سقف محفوظ ساختیم اما ایشان از نشانه های آن روگردانند. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. و اوست که شب و روز و آفتاب و ماه را آفرید که هر کدام در مدار شنا می کنند. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. برای هیچ بشری پیش از تو زندگی جاودان ندادیم پس اگر تو بمیری آیا آنها جاودانه زندگی میکنند؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هر کس چشنده طعم مرگ است و ما شما را با آزمونهای خیر و شر مبتلا می سازیم و به سوی ما بازگردانیده می شوید. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. چون کافران تو را می بینند تو را جز به استهزا نمی گیرند و می گویند آیا این از تومان کسی که درباره خدایان شما حرف می زند و ایشان از ذکر خداوند رحمان انکار می ورزند. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. آری انسان از شتاب زدگی آفریده شده است به زودی به شما نشانه های خود را نشان می دهیم پس شتاب مورزید. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. میگویند چی وقت این وعده بجا می شود اگر راست میگویید؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. اگر
کافران آن وقت را می دانستند که چون عذاب خدایی بیاید آتش را از روی خود و از پشت خیش دفع کرده نمی توانند و ایشان کمکی نمی شود، اینقدر در جستجوی عذاب خدا نمی شدند. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. آره، این عذاب ناگهانی به سر وقتشان می رسد و ایشان را مبهوت می گرداند که نه آن را رد کرده می توانند و نه به آنها مهلتی داده می شود. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. و بیگمان به پیامبران پیش از تو نیز استهزا شده است، پس به همان عذابی که آن را استهزا می کردند گرفتار شدند. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بگو شما را کی شب و روز از عذاب خداوند رحمان نگهبانی می کند، ولی ایشان از یاد پروردگار خیش روگردانند. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آیا ایشان جز از ما معبودانی دارند که ایشان را دفاع کنند؟ ایشان به خود کمک کردن نمی توانند و نه از جانب ما حمایت می شوند. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بلکه این ما بودیم که ایشان را و پدران ایشان را از وسایل زندگی بهره اندوز گردانیدیم تا اینکه عمرشان دراز شد. آیا نمی بینند که ما زمین را به گونه تصرف می کنیم که به تدریج از اطراف آن می کاهیم؟ پس آیا ایشان غالبند یا ما؟ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. بگو من شما را به وسیله وحی بیم می دهم، ولی کران آواز را نمی شنوند چون بیم داده شود. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. و اگر باد سوزانی از عذاب پروردگارت به ایشان برسد، یقینا میگویند ای وای بر ما، واقعا ستمگار بودیم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ترازوی عدالت را در روز قیامت در میان میگذاریم، پس به هیچ کس ظلمی نمی شود و اگر به وزن خردلی هم عملی باشد آن را به میدان محاسبه می آوریم و ما به حیث حساب کننده بسنده ایم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. بدون شک ما به موسی و هارون فرقان یعنی جدا کننده حق را از باطل و نور و مایه پند پرهیزگاران را دادیم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. آنهایی که از پروردگارشان در غیب یعنی نهان می ترسند و نیز ایشان از قیامت ترس دارند.
وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. و این قرآن پیامی است مبارک که آن را نازل کردیم، پس آیا از آن انکار می کنید؟ ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. و بدون شک ما به ابراهیم از پیش وسیله رشد او را داده بودیم و از احوال او خبر داشتیم. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هنگامی که به پدرش و قومش گفت این تمثال ها چیست که به خدمت آن کمر بسته اید؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. گفتند پدران خیش را دیدیم که آنها را می پرستند. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. گفت شما و پدران شما یقینا در گمراهی آشکارا بوده اید. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. گفتند آیا تو به ما چیزی را که حق است آوردی یا از جمله شوخی کنندگان هستی؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. گفت بلکه پروردگار شما همانا پروردگار آسمان ها و زمین است، آنکه آنها را از هیچ آفرید و من از گواهان این حقیقت می باشم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. و به خدا سوگند که در مورد بت‌های شما چون از ایشان روی برگشتاندید و رفتید چاره می اندیشم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. سرانجام همه آنها را قطع قطع کرد جز بت کلان آنها را تا به آن رجوع کنند و از آن چگونگی موضوع را بپرسند. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. گفتند کسی که این کار را در حق معبودان ما کرده بیگمان از جمله ستمگاران است. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. عده‌ای از ایشان گفتند جوانی را شنیدیم که در باب بت‌ها سخنان زشتی می گفت، او را ابراهیم می گفتند. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. گفتند او را به حضور مردم بیاورید تا باشد که ایشان شاهد باشند. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. گفتند ای ابراهیم آیا این کار را به حق بت‌های ما تو انجام دادی؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. گفت بلکه این کار را کلانشان کرده است، از ایشان بپرسید اگر سخن میگویند. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. چون به عقل و وجدان خود رجوع کردند با خود گفتند واقعا شما ستمگارید. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سپس سرهای خیش را پایان انداخته به ابراهیم گفتند یقینا میدانی که اینها سخن نمیگویند.
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ابراهیم گفت آیا شما جز خدا چیزهایی را می پرستید که به شما نه سودی رسانده می توانند و نه هم زیانی؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. اف بر شما و بر آنچه به جز خداوند بر حق می پرستید، آیا عقل ندارید؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. گفتند او را بسوزانید و معبودان خیش را سرافراز سازید اگر کاری می کنید. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. گفتیم ای آتش برای ابراهیم سرد و مایه سلامتی شو. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. خواستند به او دسیسه چینند اما ما ایشان را زیانکارترین مردم گردانیدیم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. و ما نجات ابراهیم و لوط را به سوی سرزمین فراهم ساختیم که در آن برای جهانیان برکت نهادیم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. و ما به او اسحاق را دادیم و هم یعقوب را بر آن علاوه ساختیم و هر یک از ایشان را نیکوکار گردانیدیم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. و ایشان را پیشوایان گردانیدیم که مطابق به امر ما مردم را راهنمایی می کردند و به ایشان کارهای نیکو، ادای نماز به تمام و کمال و دادن زکات را وحی کردیم، یعنی فرمان دادیم و اینها تنها ما را پرستش می کردند. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. و به لوط نیز حکمت و علم دادیم و او را از سرزمینی که مردم آن به کارهای پلید گراییده بودند نجات دادیم. بیگمان ایشان مردم بد و فاسق بودند. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. و ما لوط را به آغوش مرحمت خیش جا دادیم، واقعا او از نیکوکاران بود. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. و نوح را به یاد آور که پیش از آنها به پروردگار خیش نیایش کرد، پس دعای او را اجابت کردیم و او و خانواده اش را از آن مصیبت بزرگ نجات دادیم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. و او را در برابر قومی که آیات ما را تکذیب می کردند کمک کردیم. واقعا ایشان گروه بدی بودند، پس همه ایشان را غرق کردیم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
و داود و سلیمان را به یاد دار هنگامی که درباره کشتزاری که شبانگاه در آن گوسفندان آن قوم پراگنده شده بودند و مزرعه را پایمال کرده بودند داوری می نمودند و ما شاهد داوری ایشان بودیم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. این داوری را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از ایشان حکمت و دانش دادیم و کوها را طور سر به فرمان قرار دادیم که در تسبیح خداوند داوود را همراهی می نمودند و مرغان نیز و این کارها را کردیم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. و به او صنعت زره را برای شما آموختیم تا شما را در جنگهای شما حفاظت کند. پس آیا شما شکرگزار هستید؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. و برای سلیمان تند باد را مسخر گردانیدیم که به فرمان او به سوی زمینی که در آن برکت نهاده میوزید و ما به هر چیز آگاهیم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. و از شیاطین گروهی را مطیع ساختیم که برای او غواصی و نیز کارهای دیگری غیر از این می کردند و ما مراقب حالشان بودیم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. و ایوب را به یاد دار هنگامی که به پروردگارش نیایش کرد که واقعا بیچارگی به من روی آورده و تو مهربان ترین مهربانانی. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. پس دعای او را اجابت کردیم و بیچارگیش را برطرف ساختیم و خانواده او را به او باز دادیم و بر ایشان همانند تعدادشان را افزون گردانیدیم. از روی مرحمتی از جانب ما بر ایشان بود و پندی برای پرستش کنندگان. و اسماعیل و ادریس و ذا الکفل کل من الصابرین. و اسماعیل، ادریس و ذوالکفل را به یاد دار همه ایشان از شکیبایان بودند. و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. ما ایشان را در آغوش مرحمت خیش جای دادیم و حقا که ایشان از نیکوکاران بودند. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. و ذلنون را به یاد دار چون از میان قومش خشمناک رفت و گمان می کرد که ما بر او سخت نمی گیریم. او در این حال تاریکی های تو در تو چنین نیایش کرد که نیست معبودی جز تو، پاکی تو ای خدا، بیگمان من از جمله ستمگاران بودم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. در این حال دعای او را قبول کردیم
و او را از آن تنگنا نجات دادیم و این چنین مؤمنان را نجات می‌دهیم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. و زکریا را به یاد آر هنگامی که به پروردگارش چنین نیایش کرد: پروردگارا، مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثانی. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. در این حال دعای او را قبول کردیم و به او یحیی را دادیم و همسرش را برای او برومند ساختیم، یعنی از نازایی نجات دادیم. بیگمان اینها مردمی بودند که در امور خیر پیش دستی می کردند و به ما به امید برخورداری از مرحمت ما و بیم از عذاب ما نیایش می کردند و برای ما فروتن بودند. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. و زن را به یاد آور که پاکدامنی خیش را حفظ کرد و ما به او از روح خیش دمیدیم و او و پسرش را برای جهانیان معجزه گردانیدیم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اینها همگی امت شمایند، امت واحد و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستید. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. بعد از ایشان بازماندگانشان در امور خیش تفرقه به میان آوردند، ولی در آخر کار باز همه به سوی ما باز میگردند. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. از این رو کسی که نیکویی کند و مؤمن هم باشد به مساعی او ناسپاسی نمی شود و بیگمان آن را برای او می نویسیم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. بر سرزمین هایی که آنها را هلاک گردانیدیم، یعنی بازگشتشان را به حق حرام قرار دادیم و از این رو ایشان به حق باز نمی گردند. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. تا چون سد یا جوج و ماجوج گشوده شود و از هر تپه هجوم آورند. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. و وعده حق نزدیک می شود، پس در آن وقت است که چشمان کافران باز می ماند و خود می گویند ای وای بر ما، از این روز غفلت داشتیم بلکه ما ستمگار بودیم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بیگمان شما ای کفار و چیزهایی را که به جز خدا می پرستید هیزم دوزخ هستید، همه شما به آن وارد شدنی هستید. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. اگر اینها خدا می بودند
هرگز به دوزخ وارد نمی شدند، در حالی که همه در آن برای همیشه به سر می برند. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. در آنجا برای اینها ناله های دردناکی است، ایشان در آنجا چیز دیگر را نمی شنوند. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. بیگمان برای آنانی که از جانب ما از پیش به آنها وعده نیکویی داده شده، ایشان از دوزخ دور ساخته شدند. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. صدای آتش آن را نمی شنوند و آنچه میل کنند به ایشان میسر است و به این حالت زندگی جاودانه را به سر میبرند. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دهشت بزرگ ایشان را غمگین نمیگرداند و فرشتگان ایشان را استقبال کرده به ایشان میگویند این همان روزی است که به شما وعده شده بود. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. روزی که آسمانها را مانند پیچیدن تومار کتاب در هم پیچیم، با همان گونه‌ای که نخستین آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می‌گردانیم. این وعده است بر ما و چنین می‌کنیم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بیگمان در زبور بعد از ذکر نوشتیم حتی که زمین را بندگان نیک من وارث می‌شوند. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بیگمان در این پیامی است برای مردمی که خدا را پرستش می‌کنند. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. و تو را جز مرحمتی برای جهانیان نفرستادیم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. بگو بیگمان به من وحی شده است که خدای شما خدای یکتاست، پس آیا شما به حق تسلیم می شوید؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. اگر رو برتافتند پس بگو من همه شما را یکسان از عذاب الهی خبر دادم، اما نمیدانم آنچه به آن وعده داده شده اید آیا نزدیک است یا دور. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. بیگمان او سخن آشکارا را میداند و آنچه را پنهان می‌دارید نیز میداند. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. من نمیدانم شاید این تأخیر عذاب برای شما آزمایش و منفعتی باشد تا مدت معین. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. پیامبر گفت بار خدایا در میان ما به حق فیصله کن و پروردگار ما خداوند رحمان است و از وی در برابر این اوصافی که شما به وی نسبت می دهید یاری خواسته می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان
نهایت بارش. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ای مردم، از پروردگار خیش بترسید. بیگمان زلزله قیامت امر عظیمی است. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. روزی را که می‌بینید در آن هر شیر دهنده کودکان شیرخوار خیش را فراموش می‌کند و هر باردار حمل خود را سخت می‌کند و مردم را مست می‌بینی، اما در حقیقت مست نیستند، بلکه عذاب خدا شدید است. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. و در میان مردم گروهی اند که بدون دانش درباره خداوند به مجادله می‌پردازند و از هر شیطان سرکشی پیروی می‌کنند. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. در حق شیطان نوشته شده که هر که او را دوست بگیرد شیطان او را گمراه می سازد و او به عذاب دوزخ راهنمون می شود. یا ایها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ای مردم، اگر در مورد رستاخیز در شک هستید، چرا در این نمی‌اندیشید که بیگمان شما را از خاک آفریدیم، باز از نطفه، باز از خون بسته، باز از پارچه گوشت، که بعضیشان خلقت کامل دارند و بعضی خلقت کامل ندارند، تا قدرت خیش را به شما واضح سازیم و هر کی را بخواهیم تا موعد معین در رحمها باقی میگذاریم. باز شما را به شکل طفل بیرون می آوریم تا چون به سن رشد رسیدید بعضی از شما می میرد و بعضی از شما به بدترین عمر می رسد تا هیچ نداند بعد از آن که می دانست و زمین بیبرگ و بار را می بینی. پس چون بر آن آب فرو ریزیم ناگاه می بینی که به حرکت می افتد و نمو می کند و در آن انواع رویدنی های زیبا می روید. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. این به سبب آن است که خداوند هم اوست حق و هم اوست که مردگان را زنده می گرداند و هم اوست که بر همه اشیا قدرت دارد. و ان الساعة آتیة لا ریب فیها و ان
القبور. بیگمان قیامت آمده نیست، در آن شکی نیست، و بیگمان خدا کسانی را که در قبرهایند برمی‌انگیزد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. با این هم در میان انسانها کسی پیدا می شود که بدون دانش، بدون راهیابی و بدون آنکه کتاب روشن او را راهنمایی کرده باشد به مجادله می پردازد. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. با اهانت و تکبر خود را دور می دهد تا مردم را از راه خدا گمراه سازد. برای او در دنیا رسوایی است و در روز قیامت به او عذاب آتش سوزنده را می چشد. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. خداوند می گوید این به سبب چیزی است که دستهای تو از پیش فرستاده است و خدا هرگز بر بندگان خویش ستمگار نیست. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. از مردم کسی هست که خدا را بر یک پهلو برای دست یافتن به منافع خاص خود می پرستد. اگر به او خوبی رسد به آن مطمئن می شود، اما اگر به مصیبت مبتلا شود روی خود را بر می گرداند. او در دنیا و در آخرت خساره‌مند شده و همین است خسران آشکارا. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید. به جز خدا چیزی را پرستش می کند که نه برایش ضرری رسانده می تواند و نه هم نفع، و این است گمراهی دور از حق. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر. کسی را پرستش می کند که ضررش از نفع او نزدیکتر است. چی بد یاوری، چی بد دوستی. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. بیگمان خدا آنانی را که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند به بهشت‌های داخل می کند که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. حقا که خداوند آنچه می خواهد به سر می رساند. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هرگاه کسی فکر می کند که خداوند او پیامبر را در دنیا و در آخرت کمک نمی کند، پس با ریسمان خود را به سقف بیاویزد، سپس آن را قطع کند تا ببیند این چاره سنجی او خشمش را فرو می نشاند. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. بدین گونه ما آن قرآن را آیه های روشن نازل کردیم و بیگمان خداوند هر کی را بخواهد رهیاب می سازد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا
مسلمانان، یهودیان، سابیها، نصارا، مجوس و مشرکان، خداوند در میان ایشان در روز قیامت داوری می کند. حقا که خداوند بر همه چیز گواه است. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیا ندیدی هر که در آسمان ها و هر که در زمین است خدا را سجده می کند و نیز آفتاب، ماه، ستارگان، کوهها، درختان، جانوران و تعداد کثیر از مردم و بر تعداد کثیر آنها عذاب متحقق شده است و کسی را که خدا خوار کند هیچ کسی نمیتواند او را گرامی دارد. حقا که خداوند هرچه بخواهد میکند. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. این دو گروه متخاصم در مورد پروردگارشان به خصومت پرداختند. پس آنانی که کافر شدند برای ایشان از آتش جامه های بریده شده است. از بالای سر ایشان آب جوش انداخته می شود. يصهر به ما في بطونهم والجلود. با آنچه در شکمهایشان است و نیز جلدهایشان ذوب می شود. ولهم مقامع من حدید. و افزون بر آن برایشان گرزهایی است از آهن. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هرگاه بخواهند از غم و اندوه بیرون آیند به آن بازگردانیده می شوند و برایشان گفته می شود عذاب آتش را بچشید. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بیگمان خداوند آنانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند به بهشت‌های داخل می کند که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد و در آنجا با زیورهای دستبندهای طلا و مروارید پوشانیده می شوند و لباسهایشان در آنجا حریر است. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. و به سوی سخن نیکو یعنی بی آلایش هدایت می شوند و برای خداوند ستوده راهنمایی می شوند. إن الذين كفروا ويصدون الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. و آنانی که کافر شدند و دیگران را از راه خدا و مسجد حرام باز می دارند، آن جای را که برای همه مردم عبادتگاه قرار دادیم، چی مردمی بومی آن سرزمین باشند و چی به حیث ظاهر همه مساوی اند و هر که در آن به ظلم انحراف جوید او را از عذاب دردناک می چشند. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا